تومن. این شونه تخم مرغ 3 ماه پیش بوده 70 تومن، الان شده 300,000 تومن. لبنیات چند درصد افزایش قیمت؟ 300%، 400%، چند درصد؟ مرغ و گوشت برای مردم شده خاطره، شده حسرت، شده آرزو، الان شده نوبت لبنیات. مگر حقوق کارگر و کارمند چند درصد رفته بالا؟ مردم دیگه توان خرید اینا رو ندارن، دیگه بریدن به ایجاشون رسیده. دولت یا نمیخواد جلوی سودجویار بگیره یا نمیخواد جلوشون بگیره، ولی ما مردم میتونیم. آقا نخریم، آقا 10 هفته لبنیات نخرین، به خاطر اون 60-70% که زورشون نمیرسه بخرن، حقوقشون کفاف نمیده، نخرین. غیرت داشته باش، وجود داشته باش، نخر. آقا 10 هفته صبر کن، 10 هفته لبنیات نخریم. تویی که داری میبینی قیمت ها روز به روز میرن بالا، میری 10 برابر نیازت خرید میکنی، تو خون میگذاری. تو داری کمک میکنی به اون سودجویان بیشرفی که دارن خون مردم به شیشه میکنن. اگر توی پویش با من همراهی، این کلیپ تا میتونی نشرش بده. از امروز تا 2 هفته نه به خرید لبنیات.